اما من حاجی این بار نایت واتر درست کنم ایدار شما تایمات میده. فعلا کم تایمات بخورین از نایت وات بعد فیکسش میکنم. اما چطورین؟ سلام. کجوان چطوری؟ آختین. بچه‌ها دیگه از الان به بعد به آپتین میگین چی آختین. سلام بارون خانم، چطوری؟ زیبا، خوش اومدید. برای این استریم میخواستم از شما مشاوره بگیرم و میخوام 5 تا هدف آینده منو، یعنی هدفایی که میخوام بذارم برای دریافت موهبت مالی، شما بهم بگین. هدف هر کی قشنگ‌تر رو اونو میذارم. هدف یه چی خوشگل بذاریم دیگه، چرت و پرت نذاریم. این نازگل نوشتم، استریم نازگل می‌خواستم با ماشین براتون استریم کنم. استریم نازگل. آختین مرسی برای 30 تومن دونیت. اون لبا مال که مال بابام، به هیچ کم نمیدم. بابا نفستون عجیب گن بلند میشه. کاور ماشین خونه تا آباد 5 کمیش 50 میلیون پولشه. 10 میلیون من دستی بده کارم. هدف گذاشتم استریم نازگل که این 10 میلیون جورش پول کسی که بهش بده کارم اومدم. 10 میلیون تا. حالا آنتن داری روش بدونم. داش جواب نمیده. آنتن رو گوشی من هر روش بگی زدم. یه آسانسور رفتم، یه تونل رفتم، تموم شد. آنتن پرید. سحر اومد. ببین هر موقع سحر میاد من باهات بلند شم اینجوری تعظیم بکنم. سلام سحر خانم. خیلی خوش اومدید. استریم خودت. استریم خودت. این کثافت میدونی قبلا مثلا اسمشون میشه پاشا، خب داخل مدونه یه دونه مینوش گاز و 2 تا او میذاشت. الان اسم خودشو میذاره پشت گازو تو پرانتز، یعنی من پاشا ام. خب از این کس دیگه به اسم این گازو نمیزنه، فقط خودش میزنه. من مطمئن دیگه داخل مدونه هم مینویسه گازو، یعنی در حال هر حال من آقا میرم این بچه‌سو میکنم میندازم جلو سگ. اگه این نونی که من دارم میارم حلاله، کم داره پاره میشه با گازو گفتن، جدی دارم فشاری میشم. نگین گازو دیگه. اون نگیم گازو. همین عکس بچگیامو میگیرم از پنو میکنم تو. حالا که اینتر شد اینجا رو گوش کن. میبینی دلتون الان آب میارم گازو ها. خوب اینجا رو گوش کن. میبینی یا راست میگی، گادو بکن. پاشا فشار بخور. گازو بکنین تو چت دیگه نامردم. نگاه کن اینجا. اینم نمک روش هم نوشته همسایه. نمیدونم رو چه حسابی روش نوشته همسایه، ولی ما برای بونن فکر کنم غریبه هستیم. همسایه شاملش میشه. نمک اینجوری میاری میبینین دیگه. من دلتون آب میارم. این از نمک. حالا میای اینجا دماغتو میگیری. به لقمه گرفتم. اصلا دلم نمیاد تو تشویق کنم. اصلا گو تو اصل. تلگرام پیام میده، تو SMS گوشیم نوشته گازو، مت دونت گازو، چت گازو، اینجای پیشونی من گازو. خب من یکی بده میخوام کنم تو کون. این جوابه. همین میخوام قیمش کنم. علی گازو کنی. این کلوفتیش خیلی کلوفته. ماشاءالله اینقدر کلوفتی داره. اندازه قطعه تقریبا. آره هم قدمه. لاکی میتونه قیبش کنه. ببین من خب قبلا هویج کردم تو میدونم چقدره. من تو اینجا شو میتونم قیب بکنم. لاکی ولی تو اینجا هم میره قشنگ. بریم سراغ بحث شیرین خاطره. هفته پیش همون موقعی بود که من موهامو کوتاه کردم، استوری گذاشتم. علی موهای منو بافته بود. علی داشت موهاشو میبافت. همون موقع این جریان برای همون موقع است. یعنی دقیقاً برای همون روزه. بذار ویدیوش بیارم. بذار ویدیو رو پیدا کنم. یه دقیقه وایسین. بابا ویدیو براتون توضیح بدم متوجه بشین. این ویدیوه. این اینو یادتونه من استوری کردم؟ خونه علی بودم دیگه. من اول علی اون کسی که مو میبافت اسم اونم علی بود. اول رفتیم تو همون موی منو کوتاه کردال، تو ولاگ هم اینا میاد ببینید. ولاگ گرفتم دور موی منو سایه زد اینا. دمشم گرم. ما آقا موامونو که کوتاه کردیم و اومدیم نشستیم پشت. قشنگ اینجوری نیستم پشت سیستم علی. ویدیویی بود که یک روز ویلچری شدم که علی آپلود کرد. من نیستم که براشون ویدیوشو آپلود کنم. بعد از توش تامنیل در آوردم و این چیا. نوبت علی شد که بره بشینه موهاشو ببافه. یه 2-3 ساعت گذشت از بافتن موش و اینا. منم داشتم کمکش میکردم تو ماشین. یادتونه زدم موی علی سوزوندم. این نوک موهاشو باید بوسونی که این بافت موش بره داخل. سگ تامین نخود پیش ما بود. دیدینش که سگ تامین رو نخود که میاد تو استریم علی میاد میره. این سگ کوچیک شیتزوه. یه سگ سفیده. من همینجوری وسط ولاگ گرفتم بودم، یعنی گوشی گرفتم رو آینه که دست چپ علی، آینه اتاقش. وسط موهاشو کوتاه کردن و اینجا شد هی باید از جلو دونه دونه 20 تا طبقه میشد میرفت عقب موهاش. یعنی اینجا 4 تا همینجوری میرفت تو پشت سرش تا اینجاش میومد. وسطای سرش که رسید رو بافتن، من اینجا دوربین در آوردم که ولاگ بگیرم. دارم ولاگ میگیرم. بعد علی بهم گفت میخوای بهت فرمان پذیر بودن نخودو نشون بدم. گفتم مگه چی؟ گفت سگ گارده، مثلا بهش بگم فلانیو بگیر میگیره قشنگ. گفتم نه بابا. گفت تو که از سگ نمیترسی. من واقعا از سگ نمیترسم. گفت باشه اوکیه. من میگم بیاد منو بگیره. گفت دوربینت پس در بیافین بگی. ما گفتیم باشه. اینجا رو خوب نگاه کن.
فهمیدین چی شد یا توضیح بدم براتون چه اتفاقی افتاد؟ اینجوری به من اشاره کرد که نخود منو میگیره. بابا این دخترها تو چت دارن لز میکنن. خب نامردایی کم به حرف ما هم گوش بدیم، ما هم آدمیم. ما هم به قرآن وربا ببینید 4 تا دختره، اون میگه نه بز من برات میخورم، اون میگه نه با توف کن من میخورم، اون میگه عرق زیر چلتم، اون میگه پاتو بردار من زیر پاتم، دارن قرون صدقه هم دیگه میرن. با برین دایرکت هم ما خمدیگر بزنین دیگه. گو تو جامعه ال جی بی تی. یه ذره به منم توجه کنید، من کم بود محبت دارم، اصلا هیچ دختری تو خیابون به من نگاه نمیکنه. اصلا نفهمیدم تو کجا تعریف کردم خاطره رو. بابا یه بودی هم دیگه، حافظه کوتاه مدتم ضعیفه، جق کورم کرده. میخوام خاطره دوران 14 سالگی براتون تعریف کنم. اوسولاد یه طفل معصومی بود، کلاس سوم راهنمایی. با چی تیپ استایلی؟ واسه تیپ استایلم رو این گوشیم دارم. فن پیشرو، من هنوزم فن پیشروام. یعنی تنها آدمی که دوست دارم کنسرتشو برم پیشروه. اینجا نگاه کن، تیپ استایل رو نگاه کن. اما من اون موقع آجی همه ورزش میرفتم. بسکتبال الان میگه قدر ریزم نکنین، قدر 170 44 تا مدال بسکتبال دارم. من بسکتبال میرفتم، کلاس شنا میرفتم، ژیمناستیک 7 8 سالم بود میرفتم، فوتبال میرفتم، همه چی. یعنی کلا عاشق ورزش بودم. الان معتاد شدم دارم فوفکه میکشم. ما تو همون باشگاه بسکتبالی که میرفتیم پشتش یه زمینی بود، از این سولای سوله که نبود، یه چیزو بهتون میگم، یه اتاقه که مثلا 70 80 متری بود، داخلش کفش از این دوشکای نرما هست که برای پارکور و ژیمناستیک و اینا هست. تازه زده بودن اونجا باشگاه امام علی تو تخت جمشید، بلدن شیرازی ها کجاست. من آجی بعد باشگاه بسکتبال میگفتم خیلی دوست دارم برم پارکور یاد بگیرم، برم یکم پارکور کار کنم، ببینم چه جوریه. من که ریزی میزه هستم، قشنگ راحت پشتک وارو میزدم، همینجور جفت پشتک وارو میزدم. من کاری نداره که پارکور برم پارکور کار کنم. ما آقا مثلا اینجوری بود، یه شنبه، سه شنبه، پنج شنبه ساعت 7:30 تا 9 شب من میرفتم بسکتبال. حالا قبلش مثلا از مدرسه که برمیگشتم تا ساعت 2 من مدرسه بودم، یادم می اومدم 3:30 4 میرفتم اونجا یه ذره پارکور کار میکردم. بعد از اون رو همونجا توی سر چهارراه یه بلواری بود، اونجا استراحت میکردم تا مثلا ساعت 7:30 8 برم باشگاه بسکتبال. یعنی 2 تا ورزش من توی روز انجام میدادم. گذشت این همینجا گذشت، یه ماه 2 ماه بواری کلا چه حرکتی داره میزنه تو پارکور دیگه. وقتشه بره پارکور استریت، بره تو خیابون. دوشک دیگه سوسول بازی دست ما دیگه اوف میشه دیگه، بخوایم رو دوشک چی بریم. برای ما اوف داره، برای اوسولا دیگه بزرگ شده. بریم یکم تو خیابون واسیم کار کنیم. میرفتیم پارک آزادی، همین سیسی که دیدین با اسکارف، اونجا حرکت میزدیم، پشتک وارو میزدیم، چه میدونم یه ذره تکنو یاد گرفته بودیم، حرکت تکنو میزدیم تو پارکور. تا گذشت من خونه خالم، حالا یه بار پسر خالم فکر کنم دیدینش رو استریم. خونه این پسر خالم که الان دارم میگم، اون موقع مثلا فکر کنم 3 4 سالش بود. مثلا 4 تا خونه قبلی خالم، خونه مثلا چهارمیش یه کوچه‌ای بود، بین یه آپارتمان 3 طبقه بود، وسطش یه کوچه باریک بود که یه دونه ماشین میرفت، مثلا 2 3 تا آدم هم وسطش میتونستن رد شه، اصلا بغل ماشین میتونستن رد شه. بعد ته این کوچه هم یه در بیشتر بود، یه خونه بزرگ بود، یه درم بیشتر تهش نبود. خونه خالم طبقه سوم بود، این ور کوچه دست راست کوچه، اون ورش یه ساختمون کوتاه‌تر، مثلا 2 طبقه بود، نمیدونم شاید هم 3 طبقه بود ولی کوتاه‌تر بود، یادمه. دیدم یه ساختمون کوتاه کی شب عیاد، من مامان و اینا رفته بودن خونه خانم اینا، بابا اینا رفته بودن باغ، یعنی با جناقه بابا اینا با خود بابا اینا رفته بودن باغ طرف بیضا، یعنی نبودم، منم بچه بودم، داداشم باهاشون رفته بود، من با مامان و اینا موندم دیگه، نرفتم باهاشون. منم آجی پارکور اینجوری لباس میپوشیدم 4x لارج، اینا گرفتن واسدن حرف زدن، نماز و روزه و دعا خوندن اینا، منم رفتم پشت بوم آهنگ میذاشتم با انسری گوش میکردم، آهنگ پیشرو، یعنی خراب پیشرو بودم من. بعد همونجور که داشتم تمرین میکردم یه اون تو کوچه رو نگاه کردم، دیدم آجی این که اصلا ارتفاعی نداره. منم اون فکر میکردم اسپایدرمنم، پارکور کار اصلا امکان داشت من نتونم حرکتی بخوام و نزنم. رفتم عقب، نگاه کن این کوچه است، من اینجور رفتم عقب، یعنی جور رفتم عقب که خوردم به کولر آبی که پشت سرم بود، یه قشنگ 20 متر رفتم عقب، اوج گرفتم، پریدم. اما اینم دیوار ساختمون روبروی در نظر بگیر که گفتم یکم کوتاه‌تر، یعنی مثلا اگه سقفش اینجوری در نظر بگیر، سقف اون ساختمون اینجوری در نظر بگیر، 3 متر قشنگ 3 متر 4 متر ارتفاع، میگم 3 متر 4 متر طول کوچه بود. اینم شما سقف در نظر بگیر. ولاد اوج گرفت اینجوری از این بالا اومد دستش بگیره، اینجا رو بگیره، دستش کوتاه اومد نتونست بگیره، به جای اینجا رو گرفت، انگار گرجه خوردم تو دیوار، نابود شدم، یادم نمیره اون صحنه رو، خوردم تو دیوار افتادم رو سقف یه پیکان، انگار جنازه. بعد اون موقع منم بچه اینطوری افتاده بودم.
ساعت چند؟ ساعت مثلا 1 و 2 صبح. قشنگ فکر کنم 1 ساعت بیهوش بودم، 1 ساعت به هوش بودم و نمیتونستم بلند شم. درد و اینجوری کمرم حس میکردم، پشت پام درد میگرفت. تنها شانسی که آوردم سرم اول نخورد به زمین که ضربه ببینه. 1 ساعت اینجا رو سقف یه پیکان افتاده بودم. یه شانس دیگه هم آوردم، یه ماشین مثلا اون موقع 405 پژو پاس اینا نبود زیرش که سقفش بشکنه بره پایین، پیکان بود زیر پام. حالا تو همین حین که من اینجا افتادم رو سقف پیکانه، ترس از چی داشتم؟ مامانم نفهمه، بابام نفهمه، هیچ، یعنی داشتم میمردم، داشتم جون میدادم رو سقف پیکان. از 3 طبقه افتادم پایین. من شما در نظر بگیرید یه بچه داشت میمرد، جونش داشت بالا میومد تو بدترین شرایط، اوج میترسید که مامانش نفهمید. چرا؟ چون اگه بلند میشد یه دل سیر مامانش میزدش، بعد میرفت خونه برای باباش تعریف میکرد، بعدم باباش میزدش. کودک آزاری، این کاری که الان داریم با ما هم میکنیم، کودک آزاری، گازو میکنیم. این به قرآن تو این شرایط دارم قسم میخورم. از رو سقف پیکانه بلند شدم، من پیکانه مثلا یه قلوپ انقدی جای چونم رفته توش، انقدر رفته داخل دست اینجا. بعد 1 ساعت فکر کنم شاید بیشتر 1 ساعت من رو سقف پیکان خدا میکردم. 1 مامانم نفهمه، 2 کسی نیاد ببینه، مثلا صاحب ماشین نیاد ببینه افتادم رو سقف ماشینش. اینجوری همینجوری راه رفتم بالا تا رسیدم پشت در بزنن باز کنن. اینجوری مامانم تو بیرون کی رفتی بیرون؟ نه مامانم بود خالم گفت تو کی رفتی بیرون؟ گفتم والا من رفتم براتون یخمک بخرم بیام. گفت پای کو یخمک؟ گفتم ساعت 2 نصف شب دیگه بسته بود، یخمک از کجا بخرم بیام؟ گفتم شو تو ببینم همینجوری. گفتم شو این موقع شب بیرون چه غلط داری میکنی تو؟ بعد اون موقع من اینجوری شق شدم، اینجوری بودم شق شدم، صاف شدم که کمرم مثلا نفهمن اتفاق برام افتاده دیگه. بعد اون من پارکور رو بوسیدم گذاشتم کنار، تو اونجا هم بخندم دیگه، برم پارکور کار کنم. به گاه رفتم، خیلی بد بود، خیلی خاطره زننده بود.